ای وطن ای مأمنی زیبای من، ای وطن ای مأمنی زیبای من، ای وطن ای مسکنی بابای من، ای وطن ای مسکنی بابای من. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز سلام بر شما. امروز دوشنبه 13 شوال المکرم سال 1445 هجری قمری برابر است با سوم ثور سال 1403 هجری شمسی و مصادف است با 22 اپریل سال 2024 میلادی. توجه نمایید به مجموعه خبری این ساعت. در آغاز سرخط خبرها. برگزاری جلسه کمیته کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از احتکار به ریاست والی هرات. بازدید معاون مقام ولایت از ریاست امر بالمعروف و نهی از منکر هرات و پیشرفت 85% کار ساخت سب استیشن نور جهاد در هرات. مشروع اخبار. جلسه کمیته کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از احتکار بر ریاست شیخ مولانا اسلامجار والی هرات برگزار شد. جلسه فوق با حضور رؤسای صنعت و تجارت، اقتصاد، صحت و اتاق صنایع و معادن و برخی دیگر از اداره‌های زیرربط در باغ اسلامی برگزار گردید و روی کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از احتکار صحبت شد. شیخ مولانا اسلامجار والی هرات از فعالیت‌های این کمیته در ماه مبارک رمضان به نیکی یاد کرده از برخورد جدی با محتکرین و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها با عنوان مهمترین وظایف این کمیسیون یادآوری کرد. شیخ اسلامجار همچنان به منصوبین امنیتی وظیفه سپرتا، گرانفروشان، محتکرین و کسانی که اسعار را از کشور خارج می‌کنند شناسایی و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کنند. مهاجر فراهی معاون مقام ولایت در ادامه بازدید از ادارات دولتی از ریاست امر بالمعروف و نهی از منکر و سمع شکایات دیدن نمود. مهاجر فراهی در دیدار با رئیس و کارمندان این ریاست از امر بالمعروف و نهی از منکر به عنوان یک اداره خاص در نظام امارت اسلامی یاد کرد که مورد توجه ویژه رهبری حکومت قرار دارد. معاون مقام ولایت در ادامه تاکید نمود که در 20 سال گذشته روی تخریب فرهنگ و اذهان مردم به گونه گسترده کار شده و باید برای اصلاح آن از نرمش و برخورد نیک کار گرفته شود و پروسه دعوت باید به شکل نرم و حکیمانه پیش برده شود. مهاجر فراهی همچنان در بازدید از بخش‌های مختلف خطاب به مسئولین این اداره گفت که تمام کارمندان اهم از حکومت پیشین و مجاهدین که در ادارات اماراتی کار می‌کنند خادمان مردم هستند و باید در راه خدمت به مردم از هیچ تلاش دریغ نکنند. در اخیر شیخ المهاجر رئیس امر بالمعروف و نهی از منکر و سمع شکایات بیان داشت که اکثریت کارمندان این ریاست علما هستند و محتسبین نیز در جلوگیری از منکرات و رسیدگی به شکایات مردم مطابق شریعت و روش پسندیده عمل می کنند. ریاست هرات برشنا از پیشرفت 85% کار ساخت سب استیشن جدید نور جهاد در این ولایت خبر میدهد. با گفته معاون تجارتی حوزه هرات برشنا با تکمیل کامل این پروژه در آینده‌های بسیار نزدیک لین انتقال برق ترکمنستان تقویت یافته و از پرچاوی‌ها جلوگیری می شود. شعیب جلالی گزارش می‌دهد. معاون تجارتی ریاست هرات برشنا از پیشرفت بیش از 85% کار ساخت سب استیشن جدید نورالجهاد در این ولایت خبر می‌دهد. با گفته او کار این پروژه که هزینه تطبیق آن از سوی ریاست عمومی در افغانستان برشنا شرکت پرداخت می شود در آینده نزدیک تکمیل و مورد بهره برداری قرار می گیرد. انشاءالله که این پروژه سب استیشن نور جهاد تکمیل شه به متعاقباً خطی یا لین انتقال از سب استیشن نور جهاد الی سب استیشن پل هاشمی و فعلا در حال دیزاین، یعنی سروی اینا شده قبلا، فعلا در حال دیزاین. انشاءالله و هم به دسترس بزرگان قرار داده میشه که تصمیم گرفته شه انشاءالله که با تکمیل شدن این پروژه انشاءالله و هم متعاقباً کار از هم شروع میشه انشاءالله. این مسئول در ریاست هرات برشنا همچنان تاکید می کند که به تعقیب تکمیل شدن کار ساخت سب استیشن جدید نورالجهاد کار ساخت سب استیشن پل هاشمی در ولسوالی زندجان نیز آغاز خواهد شد. با تکمیل شدن این پروژه ولتاژ نور جهاد یا شبکه خط ترکمنستان تقویت می‌یافت انشاءالله
که با تقویت شدن نوعی ولتاژ ما بتانیم که لینای پرچو میشد یا پرچویای ساعتوار که برای همشهریای ما لینای برق از نور پرچوی میکردین یا پرچویای نوبتی وجود داشت، انشاءالله پرچویای برطرف شه که بتانیم برق دوامدار، برق با کیفیت با ولتاژ 220 به خانه‌های مشترکین خود انشاءالله برسونیم. با این حال اداره محلی هرات نیز در کنار تاکید بر تطبیق کامل این پروژه در آینده نزدیک از تعهد کامل امارت اسلامی در امر تقویت انرژی برق سخن میزند. د نورالجهاد په نامه سوب سټیشن دلته اوس یې کار شروع دی چې شاوخوا 90 سلنه یې کار مخته تللی دی چې په تکمیلېدو سره به یې د پرچوي څخه مخنیوی وشي چې خصوصا د ژمي موسم کې دلته هراتیانو ته یو ستونزه وه د پرچوي د دې مخنیوی کېږي. دغه رنګه د دې په تکمیلېدو سره بیا وروسته تر دې د پل هاشمي په منطقې کې هلته یو بل سوب سټیشن په نظر کې نیول شوی دی چې د هغه کار به شروع کېږي. نو په ټوله کې د افغانستان اسلامي امارت مسؤلین خصوصا سیمه ییزه اداره په دې هڅه کې ده چې څنګه وکولای شي د برق ستونزې ژر تر ژره حل کړي. باید یادآور شد که از طریق سب استشن نورالجهاد در ولایت هرات برق وارداتی ترکمنستان به این ولایت تنظیم و توزیع می‌گردد. مسئولان ریاست نمایندگی هلال احمر حوزه غرب در دیدار با الحاج مهاجر فراهی معاون مقام ولایت فعالیت‌های اخیر هلال احمر در این ولایت را شریک ساخته خواهان همکاری مقام ولایت در اجرای برنامه‌های کاریشان شدند. مسئول نمایندگی هلال احمر همچنان پیرامون مشکلات مرکز نگهداری و تداوی مریضان صحت روانی در ولایت هرات صحبت نموده خواهان همکاری مقام ولایت در قسمت اختصاص مکان بدیل مناسب برای تداوی و نگهداری بهتر 300 مریض روانی شد. در اخیر مهاجر فراهی ضمن استقبال از فعالیت‌های جمعیت هلال احمر در امر کمک رسانی به مردم از همکاری مقام ولایت در زمینه اختصاص یک مکان بهتر برای تداوی مریضان صحت روانی به مسئولان هلال احمر اطمینان داد. مسئولان در ریاست اقتصاد ولایت هرات از برگزاری جلسه هماهنگی به خاطر جمع‌آوری تکیه‌دیگران در این ولایت مطابق فرمان شیخ امیرالمؤمنین حفظه الله در سالن جلسات این ریاست خبر میدند. حاجی ملا عبدالقدیر حاجی ناصر رئیس اقتصاد ولایت هرات در آغاز این جلسه فرمان شیخ امیرالمؤمنین حفظه الله را در خصوص جمع‌آوری گدایان را تشریح نموده و از همه مؤسسات همکار در این پروسه خواستار همکاری گردید. رئیس اقتصاد هرات میگوید مؤسسات همکار در این راستا پروژه های مشخصه را عملی سازند تا این چالش اجتماعی به زودترین فرصت رفع گردد و زندگی افراد بی‌بضاعت تغییر کند. با این همه مؤسسات همکار در این رابطه نظریات و پیشنهادات خویش را در جلسه شریک ساخته و فیصله گردید تا با دفاتر مرکزی و دونرهای خویش صحبت نموده و معلومات آن را در جلسه بعدی با ریاست اقتصاد شریک سازند. این در حالی است که پس از حاکمیت امارت اسلامی برای از بین بردن فقر در کشور اقدامات مختلف صورت گرفته است. بینندگان عزیز، این بود مجموعه خبری این ساعت. توجه کنید به وضعیت هوای شهر و چند ولسوالی ولایت هرات. بینندگان عزیز، سلام بر شما. شب بر همگی شما بخیر. توجه فرمایید به وضعیت هوای شهر هرات و چند ولسوالی آن. سه‌شنبه شهر هرات ابری، بلندترین درجه حرارت 31، پایینترین 15 درجه سانتیگراد. غوریان ابری، بلندترین درجه حرارت 32، پایینترین 16 درجه سانتیگراد. کراخ آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایینترین 12 درجه سانتیگراد. و همچنین پشتون زرغون آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایینترین 15 درجه سانتیگراد. و در پایان مرور مجدد داریم بر سرخط خبرها. برگزاری جلسه کمیته کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از احتکار به ریاست والی هرات. بازدید معاون مقام ولایت از ریاست امر بالمعروف و نهی از منکر هرات. و پیشرفت 85% کار ساخت سب استشن نور جهاد در هرات. بینندگان عزیز، از توجه و همراهیتان به مجموعه خبری این ساعت سپاسگزارم. وقت بر همه‌تان خوش. خدا نگهدار.
ای مأمن زیبای من، ای وطن ای مأمن زیبای من، ای وطن ای مسکن بابای من، ای وطن ای مسکن بابای من.